مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه در نسبت خوجا کریموف ماه فوریه صادر شده است، اما از آن دم تا امروز مسئولین دادگاه عالی از ارائه همگونه جزئیات حکم خودداری میکنند. تنها یک مقام دادگاه عالی روز 19 مارس در صحبت حضوری به خبرنگار رادیوی آزادی تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت خوجا کماندیر صادر شده است. با گفته منبع دادگاه عالی خوجا کریموف را به 14 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده 14 سال زندان را در محبس نظامش پرزور می‌گذراند، اما این حکم حالا به قوه قانونی ندرآمده است و ممکن از سوی کلیگ عاید به پرونده‌های جنایتی سود عالی تغییر داده شود. افزود همصحبت ما در دادگاه عالی، نظر پیوندان و وکیل دفاع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. تلاش‌های ما برای صحبت با آنها تا این دم بی‌نتیجه بود. رقم تلفنی آنها که در آغاز بازداشت فرمانده پیشین فعال بود حالا خاموش است. اما همصحبت ما در دادگاه عالی گفت پیوندان خوجا کماندیر از حکم دادگاه ناراضگی کردند و از بالای آن به زینه کاساسیونی شکایت بردند. به این خاطر مسئولین دادگاه عالی گفتند تا حال حکم قوه قانونی نگرفته است و آنها نمیتوانند جزئیات پرونده را شرح دهند. پرونده جنایی در نسبت خوجا کریموف را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان تحقیق کرده به دادگاه عالی فرستاده است. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند که به ضد خوجا کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده کشادند. نظر پیوندان و وکیل مدافعش هم در رابطه با این پرونده هنوز معلوم نیست. خوجا کریموف را ماه فوریه سال گذشته از شهر دبی امارات متحده عرب به تاجیکستان استرداد کرده بودند. او تابستان سال 2019 در دبی دستگیر شده بود. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی در تاجیکستان خوجا کریموف را در بیرحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌کنند. هرچند دختر خوجا کماندیر سال 2019 در یک نامه به سامانه اخبار این همه اتهام را بی اساس دانسته بود. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.